2 هفته پیش در آستانه روز جمعه کشور اسرائیل عملیات طلوع شیران را در ایران و با هدف حذف تهدید وجودی علیه دولت اسرائیل آغاز نمود. این عملیات در پی انباشت نشانه‌های قاطع مبنی بر آنکه رژیم جمهوری اسلامی سرعت تولید موشک‌های خود علیه اسرائیل را 3 برابر کرده و همزمان به صورت گسترده‌ای به غنیسازی اورانیوم در سطوح بالا پرداخته آغاز گردید. برنامه هسته‌ای رژیم ایران به نقطه نزدیک به ساخت سلاح هسته‌ای رسیده بود. افزون بر این رژیم همچنین برنامه نابودی اسرائیل را پیش می‌برد. این برنامه شامل حمله چند جبهه‌ای بود که با شلیک از ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه آغاز شده و با تهاجم زمینی گسترده به اسرائیل ادامه می‌یافت. این فقط یک چشم‌انداز نظری نبود، بلکه طرحی واقعی، منظم و نوشته شده بود. سالها تحولات ایران را دنبال کردیم و اغلب به طور محرمانه اقدام کردیم تا این تهدید را به تعویق بیاندازیم، مختل کنیم و یا متوقف سازیم. در سال گذشته ساختار نیروها را تطبیق دادیم و روند طراحی اهداف و ایجاد قابلیت‌ها برای عملیاتی در فاصله بی سابقه را تسریع کردیم. ما وارد عملیاتی شدیم اجتناب ناپذیر علیه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی. عملیات با ضربه اولیه غافلگیر کننده آغاز شد. در فاصله 1500 کیلومتری از اسرائیل به صورت همزمان به سایت‌های هسته‌ای 10 مقام ارشد امنیتی، 11 منبع تخصص و دانشمند هسته‌ای و زیرساخت‌های تحقیقاتی و توسعه حمله شد تا تمامی مراحل تولید سلاح هسته‌ای هدف قرار گیرند. این ضربه اولیه برنامه‌ریزی رژیم ایران برای حمله بزرگتری به اسرائیل را مختل کرد. همزمان نیروی هوایی به انبارهای موشک‌های زمین به زمین، پرتابگرها، خطوط تولید و سامانه‌هایی که ابزار پروازی ما را تهدید می‌کردند حمله برد. در عرض چند ساعت برتری هوایی در آسمان ایران حاصل شد و مسیر هوایی به سمت قلب ایران یعنی تهران گشوده گردید. هدف نخست عملیات ضربه زدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم ایران بود. در نقشه سایت‌های هسته‌ای هدف قرار گرفته مشخصند. سایت فردو مرکز غنیسازی اورانیوم در عمق 10 متر زیر کوه که توسط ارتش آمریکا هدف قرار گرفت. سایت نتنز بزرگترین مرکز غنیسازی اورانیوم دارای زیرساخت‌های لازم برای غنیسازی نظامی. سایت اصفهان مرکز تبدیل مجدد اورانیوم. همچنین اجزای پشتیبان و حیاتی در فرایند تولید هسته سلاح هسته‌ای هدف قرار گرفتند. هزاران سانتریفوژ نابود شد و سایت‌های تولید تحقیق و زیرساخت‌های مدیریتی آسیب دیدند. راکتور غیرفعال عراق نیز مورد حمله قرار گرفت و توانایی رژیم برای تولید پلوتونیوم از بین رفت. حذف دانشمندان هسته‌ای فعال در توسعه مجموعه تسهیلات هسته‌ای ضربه جدی به توان رژیم برای ادامه این پروژه وارد کرد. هدف بعدی عملیات نابودی موشک‌ها و پهپادهای رژیم بود. در نقشه مشخص است که بیش از 30 سایت تولید قطعات و مواد خام برای موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفتند. بیش از 50% از پرتابگرهای رژیم نابود شدند. توانایی شلیک رژیم به سمت شرق عقب رانده شد و قابلیت شلیک آنها در لحظات واقعی بارها مختل شد. حمله به صنایع موشکی جمهوری اسلامی درمان ریشه‌ای تهدیدات متعارف از سوی آنها و نیروهای نیابتیش در خاورمیانه بود. همچنین برنامه رژیم برای دستیابی به 8000 موشک بالستیک متوقف شد. زنجیره فرماندهی رژیم ایران از بین رفت. بیش از 30 فرمانده نظامی ایران کشته شدند و احساس آسیب پذیری در سطوح بالا ایجاد شد. دیگر جایی برای پنهان شدن برای دشمن وجود ندارد. طبق نقشه این موارد دستاوردهای کلیدی عملیات بودند. تهدید وجودی فوری از روی اسرائیل برداشته شد. به سر اختاپوس و تمام شاخه‌های آن حمله شد. فرماندهان ارشد حذف شدند. پروژه هسته‌ای ایران در همه اجزایش آسیب دید. دانش، متخصصان و زیرساخت‌ها. توانایی غنیسازی 90% از بین رفت. تولید هسته متوقف و پروژه چندین سال به عقب رانده شد. ضربه به عمر صنعت موشکی، آرایش‌های آتش و توانایی‌های پرتاب وارد شد. در کوتاه مدت آنها صدها موشک از ذخایر خود را دست دادند. در بلند مدت رژیم ایران قادر خواهد بود هزاران موشک کمتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند تولید کند. ما 80% از سامانه‌های پدافند هوایی را در مناطقی که هدف قرار دادیم نابود کردیم. نیروی هوایی اسرائیل در سراسر عملیات آزادی کامل عمل داشت. ارتش اسرائیل به اهداف تعیین شده خود رسید، حتی فراتر از آنها.
در مقابل نیت دشمن ما فرصتی راهبردی برای اسرائیل و جهان غرب ایجاد کردیم: حذف تهدید وجودی. توانایی، قدرت و اراده ما برای دفاع از خود آشکار است و در برابر هر دشمنی خواهیم ایستاد. از ایالات متحده، متحد و شریکمان و فرماندهان ارتش تشکر می‌کنیم. همکاری سالهای گذشته نتیجه داد. رژیم ایران حدود 530 موشک و 1100 پهپاد به سمت جبهه داخلی اسرائیل پرتاب کرد. 29 شهروند جان خود را از دست دادند و بسیار دیگری زخمی یا بیخانمان شدند. از همینجا مراتب تسلیت، همدردی و آرزوی سلامتی همه مجروحین را برای این عزیزان ارسال می‌داریم. امروز برای آینده همه‌مان، فرزندان و نوه‌هایمان می‌جنگیم. با هم ایستاده ایم و پیروز خواهیم شد.